48 روز است که مادران بلوچ خیابان‌های اسلام آباد را به میدان مقاومت تبدیل کرده‌اند. این زنان با دستانی خالی اما با اراده‌ای پولادین در برابر دستگاهی ایستاده‌اند که سالهاست پروژه سرکوب و نابودی ملت بلوچ را پیش می‌برد. بیش از 60,000 بلوچ در طول 25 سال گذشته ربوده شده‌اند. هزاران نفر در زندان‌های مخفی بدون هویت، بدون دادگاه، بدون وکیل حبس شده‌اند. بسیاری هم بی صدا کشته شده و در گورهای دست جمعی دفن گشته یا جسدشان در کوه‌ها و بیابان‌ها رها شده است. اینها نه اشتباهات امنیتی که سیاستی حساب شده برای حذف هویت و خاموش کردن صدای بلوچستان است. امروز مادران در شرق بلوچستان تحصن کردند و صدای حق‌هایی را زنده نگه داشتند. اما این صدا نباید محدود بماند. زنان بلوچستان غربی باید از این سکوت تحمیلی عبور کنند و در کنار خواهرانشان بایستند. ظلم مرز نمی‌شناسد. استعمار و اشغالگری چهره‌ای واحد دارد. اگر امروز در اسلام آباد مادران بلوچ فریاد میزنند، فردا باید در زاهدان و چابهار و سراوان نیز همان فریاد طنین انداز شود. زن بلوچ دیگر فقط نماد صبر و سوگ نیست. او رهبر میدانی یک مبارزه ملی است. وقت آن رسیده که قیام زنان بلوچستان پایه‌های این نظام سرکوبگر را بلرزاند.